بعد از این اتفاق دیدم نسبت به همه دهه 80 تغییر کرد. توی جمعی نشسته بودیم، دختر و پسر. بچه‌ها گفتن علیرضا با موبایلت آهنگ بذار. همینجور که داشتم میگشتم یکی از دخترای جمع که متولد 85 بود به من گفت که میشه الهی خیر نبینی مرد صیاد محستی رو بذاری. وقتی یه دختر بچه دهه 80 این حرفو به من زد، منو به فکر فرو برد که این بچه تو دلش چه غمی هست که با یک همچین موسیقی اونس میگیره. یعنی من به عنوان یه جوان دهه 70 یه وقتایی موزیک گوش نمیدم، اما یک نوجوان دهه 80 با این موسیقی مانوس شده، حس گرفته و با غمش همزاد پنداری کرده. منی که فکر میکردم دهه 80 همه فاز خاصی دارن، سبکای موسیقی عجق و عجق حال میکنن، یه لحظه با خودم فکر کردم، گفتم داری قضاوت میکنی. این بچه‌ها تو ظاهر یه مدلی ان که دلبرن ولی از درون دل دادن. خیلی از جاها نه ما بغضاشون رو دیدیم، نه با ناراحتیشون احساس همدردی کردیم. پر درد اما صبور و امیدوار. اینه که اینا رو متمایز کرده با همه دهه‌ها.